گذشت. یکی بود یکی نبود. طبق معمول غیر از خدا هم هیچ کس نبود. ما 13 نفر بودیم که دور هم جمع شدیم تا باور رو ای بابا قرار نبود که داستان باور رو بگم، قرار بود داستان اسباب کشی و خونه جدید باور رو تعریف کنم. دوباره شروع میکنم. 3 2 1. یکی بود یکی نبود. یه باوری بود که یه دفتر داشت. یه روز از روزا که برای بچه‌های باوری مشغول کاربارشون بودن، یکی اومد در خونه‌شون رو در زد. دینگ دینگ. کیه؟ صاحبخونه. خب بقیه قصه رو هم که حدس می‌زنی چی باشه. 1 ماه فرصت برای تخلیه. الان کی هست؟ بهمن ماه 88. بچه‌ها بعد از این که از شوک در اومدن، یه دستشون به گوشه تلفن، یه دستشون با آگهی روزنامه، چشمشون به صفحات اینترنت، یه پاشون تو بنگاه، اون یکی پاشون لب جوب و ای بابا اصلا بگذره. روز به روز به مهلت تخلیه نزدیک‌تر شدیم و هنوز از خونه جدید خبری نبود که نبود. بالاخره روز اسباب کشی یعنی 21 اسفند رسید و باوری بود با 600 زن آیله و یه عالم اسباب و خونه‌ای که هنوز نداشت. چه کنیم؟ چیکار کنیم؟ آها، اینجا بود که سهیل خان مقیمی و حامد خان حسینی، 2 تا از بچه‌های قدیمی باور، مرام به خرج دادن و یه دفتر کار برای استقرار موقت بچه‌ها و پارکینگ محل کارشون رو برای اسباب‌ها در اختیار باور گذاشتن. پرانتز میگیم بچه‌ها متشکریم. بله، آغاز سال 1389. سال نوتونم مبارک. شوخی 2 ماه از بیخانمانی باور می‌گذشت. بعد از تعطیلات کشدار نوروزی، روز باور و باوری ها با بنگاه و سر و کله زدن بمب ها نو شد. شاید بپرسید مگه باور قرار بود کجا بره که این هر وقت جایی رو پیدا نمی‌کرد؟ جونم براتون بگه که قدیمی‌ها میگفتن همیشه یه پای بساط همیشه یه جای کار میلنگه. حالا اینم حکایت ما بود که یا جایی که پیدا میشد توی طبقات بود و آسانسور نداشت، یا آسانسورش کوچیک بود، یا سرویس بهداشتی مناسبی نداشت، یا درای ورودی برای ورود صندلی چرخدار کوچیک بود و گاهی هم همه اینا جور بود و صاحبخونه تا میفهمید که ما اینجا رو برای انجمنی که برای افراد داره معلولیت کار میکنه میخوایم، یا فش و کج و کله میکرد و میگفت ما خونه به معلول جماعت نمیدیم. به زعم صاحبخونه‌های محترم و طبق قانونی نانوشته برای این دوستان، معلول در لیست سیاهی قرار داشت که خونه بهش اجاره داده نمیشد، درست مثل آدمای مجرد یا خانواده‌های شلوغ. حالا بگین چرا باورگیر داده به کار فرهنگی؟ خب همین چیزاست دیگه. از شرق تا غرب تهران و از شمال تا جنوب هیچ بنگاه معاملات ملکی نبود که از تیررس بچه‌های باوری به سر دررفته باشه. کار به اینجا رسیده بود که بنگاهی‌ها از ما می‌خواستن یکم از فایلامون رو در اختیارشون بذاریم. ناگفته نمانه که 2-3 باری هم تا پای قرارداد اونها رفتیم و هر بار به دلیل پاره از عوامل ارضی و سماوی کار به سرانجام نرسید که نرسید. القصه گذشت تا اینکه اینجا، بله همین اینجایی که شما الان توش هستین پیدا شد و کلی خوشحالیت از بابت پیدا کردن یه خونه دربست. اونم نه یه طبقه، نه 2 طبقه، بلکه 3 طبقه. این برای بچه‌های باور که تو دفتر قبلی برای استفاده از مثلا اتاق جلسات زنبیل میذاشتن خیلی خیلی ایدئال بود. اما خب یه مشکل اساسی وجود داشت. پله و باز هم پله. بعد از کلی تحقیق و مقایسه قیمت و سبک و سنگین کردن، قرارداد نصب بالابر امضا شد و مراحل نصب اون البته بعد از کلی ماجرایی که سر جای نصبش وجود داشت یکی پس از دیگری انجام میشد، تا اینکه یه روز از همون روزای اول شهرداری اومد و کل بند و بساط و ابزار کارگرا رو جمع کرد و رفت. از اینجا ماجرای جدیدی کلید خورد که تقریبا 2-3 روز یه بار تکرار میشد. چون میخوام حوصلتون سر نیارم از گفتنش صرف نظر میکنم. فقط تا اینجا کار رو داشته باشید که از شهردار منطقه تا معاون شهرسازی و فرهنگ اجتماعی و معاونت ناحیه مربوطه و خیلی های دیگه به خاطر پیگیری های بچهای باور و تلاششون برای گرفتن مجوز نصب اون از ماجرای ما خبردار بودن. از بالابر که بگذاریم، خونه جدید مشکل خاصی نداشت جز تعویض شیشه‌های شکسته و سرامیک کف و تعویض سرویس بهداشتی و چک کردن و نو کردن سیستم برق و وصل کردن خطوط تلفن و سانترال و اینترنت و نصب کولرهایی که نبود و نظافت. اما خب
بالاخره همه دست به دست هم دادن تا اینجا آماده بشه برای قدوم مهمانهای عزیزی که شماها باشین. بله، این بود کل ماجراهای باور در این چند ماهی که از بی خانمانیش تا با خانمانیش میگذره. حالا خدا رو شکر میکنیم از اینکه با همین مثل همیشه و سعی داریم تا سخت تلاش کنیم برای باور دوست داشتنیمون. به افتخار خودتون و تمام دوستانی که تو این مدت با جون و دل زحمت کشیدن دست بزنید.